سلام همونطور که قول داده بودم یه دونه ویدیو جداگانه آماده کردم برای اینکه الگوریتم نیدلمن رو با یک مثال واقعی بررسیش بکنیم. نیدلمن واژ الگوریتم یک الگوریتمی هستش برای اینکه بیایم و به صورت گلوبالی، یعنی به صورت کلی دو تا سیکونس رو با همدیگه همتراز بکنیم. یعنی به دنبال همترازی بین دو تا سیکونس هستیم که در طول در واقع دو تا رشته اون همترازی شناسایی بشه. نیدلمن واژ الگوریتم در واقع بر مبنای داینامیک پروگرامینگ کار میکنه و الگوریتم های بر مبنای داینامیک پروگرامینگ به این صورت هستن که اون پرابلم کلی رو تقسیم میکنن به یک سری ساب پرابلم، هر کدوم از این ساب پرابلم ها رو حل میکنن و دوباره از سولوشن این ساب پرابلم ها سولوشن اصلی رو پیدا میکنن. نیدلمن واژ الگوریتم هم تو 3 تا مرحله خلاصه میشه. بخش اولش اینیشیالیزیشن هست، بخش دومش در واقع فیل کردن ماتریکس هست، بخش سومش هم تریس بک هستش که قراره اینجا به صورت اینتراکتیو این موارد رو ببینیم. دو تا سیکونسی که میخوایم با هم دیگه همتراز بکنیم ATGCT و AGCT هستش. سیکونس 1 و سیکونس 2 ما هستش. یک ماتریسی میسازیم که این ماتریس تعداد ستونهاش میشود اعضا یا طول رشته 1 به علاوه 1 و تعداد سطرهاش میشود طول رشته 2 به علاوه 1. یعنی یک سطر اضافه و یک ستون اضافه ما داریم. توی گام اول میایم و این تمام در واقع سطر اول و ستون اول رو اینیشیالیزیشن یا مقداردهی اولی براش انجام میدیم. اولیش رو با 0 در واقع پر میکنیم و هر چقدر که جلوتر میریم به ازای امتیاز گپ من که -2 هست توی این سیستم مثال ما تجمعی اضافه میشه. یعنی در سلول بعدی -2، سلول بعدی -4، سلول بعدی -6، سلول بعدی -8 و سلول بعدی هم -10. اینا یه مقدار بد چیده شدن. این در واقع یه ذره شیفت داده میشد این ورتر، دیگه نتونستم با در واقع HTML اینتراکتیو رو در بیارم یه خورده بهتر. پس اینجا یه ستون خالی هستش. بریم و سطر اول رو که مقداردهی اولی کردیم بریم سراغ ستون اول. اینجا که 0 دوباره این قسمت می شود -2، اینجا حدس میزنید -4، اینجا -6 و این قسمت -8. پس ما الان مقداردهی اولیه رو براش انجام دادیم. جای بعدی که میخوایم داشته باشیم اینجا هستش. یعنی این در واقع ساب ماتریس 2x2 رو در نظر بگیرید. میخوایم اینو پر کنیم. برای پر کردنش بایستی به این نکته توجه بکنیم که تو سیستم امتیازدهی نیدلمن واژ از در واقع سمت چپ میخواد بیاد و توی این قسمت قرار بگیره. عدد درایی سمت چپ به علاوه میسمچ میشه، به علاوه گپ میشه و اینجا قرار میگیره. پس -2 میشه -4. از بالا هم میخواد بیاد، دوباره عددی که در بالا قرار گرفته با گپ جمع میشه. -2 -4. پس 2 تا -4 داریم و اگه بخواد از دایاگونال بیاد، یعنی این عدده بخواد بیاد، عددی که اینجا هستش جمع می شود با عددی که به ازای A و A داریم میگیریم. اینجا A، اینجا A، نه A و A. عدد یعنی اون حرفی که در سطر اول و ستون اول قرار گرفته. اینجا A، اینجا هم A هستش. اینا یه مچه. امتیاز مچ هم -1، 0 و -1 میشه -1. پس اعدادی که من دارم -4 و -1 هست. بین این 3 تا عدد ماکسیمومش رو قرار میده و اینطوری هست که ماکسیموم بین -4 و در واقع 1 میشه بعد -1. اینجا محاسباتش رو براتون قرار دادم. ببینید دایاگونال 0 و مچ میشود 1، از بالا بخواد بیاد -2 به علاوه گپ که -2 هست میشه -4، از لفت بخواد بیاد -2 بس بیس اسکور یا ماکسیموم اینا 1 هستش و 1 اینجا قرار میگیره. میریم تا سراغ در واقع سلول بعدی. اینجا رو داشته باشید. توی این سلول تو سطر ما A داریم، تو ستون T داریم. بچه‌ها این یه ذره باید بکشه این ورتر.
اینجا A، اینور T. اینجا قشنگ میتونید نمایشش درست داشته باشید. -2 -4 1 رو داریم و الان قراره اینجا رو پر بکنیم. از دیاگونال بخواد بیاد -2 و یه طرف A داریم یه طرف T داریم، میسمچ امتیازش چیه؟ -1. -2 -1 میشود -3. اینجا اشتباه نوشتم. توی از بالا بخواد بیاد -4 و -2 -6. از چپ بخواد بیاد 1 و -2 میشود -1. بین -1 -6 و -3 ماکسیموم -1، پس اینجا -1 قرار میگیره. بریم سلول بعدی. ما اینجا داریم -4 -6 -1 و میخوایم این قسمتی سبز رنگ شده رو محاسبه بکنیم. چطوریه؟ از -1 میخواد از چپ بیاد با -2 جمع میشه -3. از دیاگونال میخواد بیاد یه طرف A هست یه طرف G، میسمچ -4 و -1 میشه -5. از بالا میخواد بیاد -6 -2 -8. یه -8 داریم یه -5 داریم یه دونه در واقع 3 داریم. کدوم رو باید بگیم بیاد؟ خب معلومه -3. پس -3 اینجا قرار میگیره. ماکسیموم بین این امتیازها رو قرار میدهیم. میریم در واقع سلول بعدی بعد میایم پایین. همینطوری تمام این محاسبات رو به شکلی گفته شده انجام میدیم. مثلا برای همین C و A میسمچ داریم. از دیاگونال میخواد بیاد -4 و امتیاز میسمچ -5. از چپ میخواد بیاد -6 و -2 -8. از بالا بخواد بیاد -2 -1 -3. یه -5 داریم یه -8 داریم یه -3. کدوم بهتره؟ -3 رو قرار میدیم. پس این سلول ها دونه دونه پر میشن و در نهایت میرسیم به این ماتریس. به این ماتریسی که برای هر کدوم از این در واقع درایه ها عدد داشت طبق قوانین گفتیم محاسبهش انجام شده. حالا از تاپ در واقع از پایین ترین درایه در سمت راست شروع می‌کنیم و میرسیم به بالاترین درایه در سمت چپ. یعنی تریس بکش به این صورت هستش. و تریس بک چطوریه؟ نگاه میکنه اگر مچ بود تی مچه، دیاگونال حرکت میکنه و میره اینجا. بریم یه بار دیگه تریس بک رو داشته باشیم. 2 اینور تیه اینور تی هستش. میریم با دیاگونال حرکت میکنیم چون مچ دیدیم. هر وقت قانونش این شکلی نیدلمن میگه اگر مچ دیدی قطری حرکت کن، اگر مچ ندیدی نگاه کن ببین کدوم ماکسیموم از دور و بریاش به همون سمت حرکت کن، یا برو چپ یا برو بالا یا برو توی قطر. پس من اینجا مچ دیدم دیاگونال حرکت میکنم. اینور سی دارم اینورم سی دارم باز مچه، پس باید چیکار کنم؟ دیاگونال حرکت کنم بیام 0. اینور جی دارم اینجام جی دارم مچ دارم، چیکار میکنم؟ دیاگونال حرکت میکنم میرم -1. اینور A دارم اینور T دارم مچ نیستش، پس باید ببینم کجا باید حرکت کنم. یه دونه 1 دارم یه -2 دارم یه -4. کدوم بزرگتره؟ 1. پس میام سمت چپم. دوباره اینجا A دارم اینجا A دارم مچ دارم، چطوری حرکت میکنم؟ دیاگونال. رسیدم به این در واقع درایه‌ای که درایه استاپ من هستش و دوباره وقتی که این موارد انجام شد و از گوشه پایین سمت راست به گوشه بالا سمت چپ رسیدیم، اون وقت میایم توالیه‌ها رو می‌نویسیم. هر جا که دیاگونال حرکت کرده بودیم زیر هم می‌نویسیمشون، یا مچه یا میس مچه، و هر جا که اومدیم و سمت چپ حرکت کردیم یا سمت دیاگونال حرکت نکردیم گپ میذاریم. پس این میشود T C C G G، اینجا T گپ A و اینطوری فاینال در واقع الاینمنتمون رو داریم میبینید T C C G G T گپ A و A و اینطوری الگوریتم نیدلمن کار خودش رو انجام میده. نکته مهمی که بایستی بگم این هستش که اگر ما داریم دیاگونال رو حرکت میکنیم از جای بزرگتر رفتیم به جای کوچیکتر به معنای مچ هست، ولی اگر از جای بزرگتر رفتیم به جای کوچیکتر به معنای میس مچ هست. جای بزرگتر به کوچیکتر مچ، جای بزرگتر به کوچیکتر مچ، جای بزرگتر به کوچیکتر. خب 0 از -1 بزرگتر دیگه مچ. اینجا که گپی کاری ندارم، جای بزرگتر به جای کوچیکتر مچ و اینطوری کارمون رو تمام میکنیم.
برای اینکه این اینتراکتیو داشته باشید کافیه برام کامنت بکنید تا این اینتراکتیو رو در اختیارتون قرار بدم. اون وقت میتونید با در واقع سیکونس خودتون هر سیکونسی که دارید قرار بدید. اینجا سیکونس 1، اینجا سیکونس 2 رو قرار بدید و خودتون چند کویز داشته باشید تا انجام بدید. موفق باشید و خدا نگهدار.